إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الضال على الخير كفاعله. حضار گرامی، برادران نهایت محترم و عزیز، زندگی انسان در حالت گذشتن است. ما نیازمند عزیزیم که از هدایات پرارزش و قیمت بهای رهبر واقعی بشریت، شخصیتی را که الله متعال تایید کرده و الگو و مقتدا برای نجات و راهیابی ما قرار داده، از هدایات و تعلیمات از او استفاده عظیم بکنیم. این موضوع بخش علیحده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم چی شخصیت است. خب بنده مومن به مجرد ایمان آوردنش به ای که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم آخری پیام آور نظام و وحی الله متعال است و تا روز قیامت کسی دیگری برای ترمیم شریعت نمیاد، بلکه همین شریعت باقی است. مشکل در جامعه ما است که ما مقام و منزلت سخنان گوهربار رسول الله صلی الله علیه و سلم نشناختیم و ما مقام و منزلت پیغمبر اسلام نشناختیم. از امو خاطر است که نعوذ بالله با فکر و عقل ناقص خود در صدد پیدا کردن بدعت ها شدیم. تأسف در اینجاست اگر یک کمی تأمل بکنیم که آیا این عقل تنهای یک انسان میتواند منکشف بسازد تمام خوبی ها و خیر در یک امر؟ کلا قطعا نه، بلکه خوبی و خیر در گفتار و عمل کرده او شخصیت است که الله متعال او را تایید کرده. الله متعال او را الگو و مقتدا بر کل بشریت مقرر کرده. هر حرکت و زندگی از او تشریع نظام و وحی الله متعال است. خب با تأسف نه تنها مردم عوام بلکه یک تعداد علما هم به می نکته دقیق پی نبردن، در تلاش ازی شدن که ما هم یک سلسله کارایی را در دین من حیث امر دین و موجب ثواب برای مردم تعیین بکنیم. این شاید سبب کامیابی مردم باشه، بیخبر از این که بجای از این که مردم به طرف ثواب ببره و خودش دلالت به خیر کرده باشه، مردم طرف گمراهی سوق داده. کدام گمراهی که رسول الله صلی الله علیه و سلم خود میفرماید: من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. پیغمبر خود میفرماید: و ایاکم و محدثات الامور فان کل محدثه بدعه و کل بدعه ضلاله. نه تنها که او مردم سوق به سوی خیر کرده باشه، بلکه در حقیقت مقام و منزلت خود بالاتر از مقام و منزلت رسول الله صلی الله علیه و سلم معرفی میکنه. چرا که رسول الله از این کاری خیر خبر نبوده، این بیان میکنه. از او خاطر است که مردم ها در بدعت های خیلی قوی واقع میشن و یک مرتبه که عمل بدعت انجام داد، امی ابلیس لعین در نظرشان او را مزین میسازه، در قلبشان او را شیرین میسازه و بعد از او را غیرت میده که از خود دفاع کو، از این کار دفاع کو
با وصفی که مطالعه کتب میکنه، بعد از اینکه پی میبره که کاری را کردیم که بسیار غلط است، اما چون که ابلیس لعین شرافت و عزت ازیره در چشمش آنقدر بالا جلوه میده که حدیث رسول الله را هم در مقابلش نعوذ بالله به اندازه پریکا اهمیت نمیده. عزیزان گرامی متوجه باشه، این گپ اصلا متوجه علمای کرام است، اما کسایی که نمایندگی دین خود میگیره و تکدار دین خود تراش میکنه و در رأس مردم قرار داره و همچو بدعت‌ها را ایجاد میکنه. این گپ به ما متوجه است. ای عالم محترم، تو را به الله قسم دین فهمیدی یا نه؟ درک کردی حقیقت یا نه که دین کدام است؟ اول دین به مردم تشریح شود که مردم بفهمه دین کدام است. دین عمل رسول الله و قول رسول الله و تقریر رسول الله صلی الله علیه وسلم است، یا دین جور کده احمد و محمود و فلان و فلان؟ کدامش است؟ خب افسوس که تا الحال مردم عوامی باره این مردم آشنا نساخت به اینمی قدر گپ که تفکیک شود. در یکی از مجالس علما وجود داره الحمدلله، یک کسی سوال کرد فرق یک عالم حنفی امرای تو چیست؟ من کوتاه جواب دادم به خاطر از او که ذهن از او درک بکنه. من گفتم فرق ما و عالم حنفی اینی قدر است. مولوی صاحب حدیث هم کشیده بود از الزاق کعب به کعب و قدم به قدم، شانه را به شانه و پای به پای چسباندن. ببینی که یک نکته سبب هدایت بزرگ انسان میشه اگر آدم دقیق شوه، اگر آدم خوب عمیق شوه. من گفتم فرقی نمیسته. من عقیده دارم که بجز از رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی صحابه معصوم نیست، خطا میشه. من یه عقیده را دارم. من عقیده دارم که عالم مجتهد خوب، عالم برجسته ام مصیب است ام مخطی است، ام به ثواب میرسه و ام خطا میشه. زمانی که عالم برجسته ما خطا شده بود و او طرف حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم موجود باشه، باز ما و سخن و قول امام و مجتهد میگذارم، دنبال حدیث رسول الله میرم. لیکن حنفی عالمت او نمور ما کم گرفته. بیا اگر تو فرق علما و شما بریم ببینیم فرقا را در مساجد، اما 4 انگشت خود ما کم گرفته. زمانی که تو در پالوش استاد میشی مجبور که خود کج کنی پایت در او برسانی و همون طور خود پندگک گرفته 4 انگشت خود اضافه نمیکنه. من گفتم فرقی نمیسته. خب دقیق باشی، فرقی نمیسته. وگرنه ما خود توهین و تحقیر علما و ائمه مجتهدین نمیکنیم و خود خدمات ارزنده دین انجام داده. شما خب دقیق شوی باز درک میکنی که حقیقت دین کدام است. خو خیر، ای گپ در اینجا میگذارم. این دوستای ما که به نام میلاد بدعت‌هایی را ایجاد کردن، صدقات را جمع کردن، خب با وصفی که سری از این تقریر هم شده. در جمعه گذشتم براتان مقام و منزلت رسول الله صلی الله علیه و سلم براتان بیان شده. خب ما باید بداریم این به خاطری که بسا اوقات شبهه ها و اعتراضات انتقادات بیاساس ابلیسی را مردم پیش میکنه. میگه کسی که کار نمیکنه با پیغمبر محبت نداره. ما شنیدم که یک کس 4 دانه گو یا 6 دانه گو حلال کرده. اگر از زمین آدم من پرسان کنم همی که آدم گوار ذبح کرده و گوشتش به عام خاص توزیع کرده، فقط یک سوال از پیشش دارم. تو را به الله قسم، به مو عقیده که به الله متعال داری و به او آیتی که الله برات گفته، زمانی که صحابه سوال میکنه، صحابه ماوری نبود که به عقل و رأی خود هر امر خیر بدونه و انجام بده و مراجعه به مرجع شریعت میکرد، به مصدر وحی میکرد که در سری کسی وحی آمده برای ما تشریح میکنه به رسول الله میه و یسألونک ماذا ینفقون. از تو سوال داره پیغمبر علیه السلام چه چیزا مصرف کنه؟ الله متعال جواب روان میکنه. سوال از آن چیزی که انفاق میشه از او شده، ولی الله متعال مصرف بیان میکنه. چیزی که انفاق میشه او را بیان نمیکنه. او که هر چی از دلت میبرایه و هر چیزی که توانمندی داری و هر چیزی که زورت میرسه، خب قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین
والیتاما والمساکین و ابن السبیل. قسم بده به می مردم، به می وکیل قسم بده، به می آجیرش سفید قسم بده، به می ملای چپن پشت قسم بده. بگو تو را بالله قسم در محلت یتیم بود، زن بیوه موجود بود، زمستان سرد رسید و هیچ بجز از الله کسی دیگری هم نداشت، چندان یتیم بود. کدام روز چنده کدی به نام الله که می ایتام در حالت گرمی روزگاری خدا پیش ببره؟ تو را قسم به الله میدم دمی منطقه کسی است که کلی خانوادش اسیر و بندیست بجز از اطفالکای خرد و سیاسر، در خانه دیگه کس باقی نمانده. کدام روز به نام الله برش چنده کدی؟ تو را به الله قسم هر روز میبینی خواهری چادری کنده تا که به کافر، به موتر کافر از موتر تو کتا زیاد و زروزاری میکنه، از تو کتا او را رحم دل و مشفق میدانه. مسلمانی بی غیرت، تو را به الله قسم که وقت سیاست ناموست خواهرت است. به الله قسم اگر تو مؤمن و مسلمان باشی او خواهرت است. خواهرت به کافر دست دراز میکنه، تو را به الله قسم از یک ده اضافه داده نداده، لیکن اینجا تو 4 دانه گوه ذبح میکنی، در سمعت تو در یاکی برابر شوی. ابلیس حالی تو را قوت داده که بدعت رونق بده. خو عالم انشاءالله روزی از تو سوال خواهد شد. الله متعال از پیشت سوال میکنه، تو رونق بده، به دکانا بگر چنده کو، نه شفاخانه از پیشت میمانه، نه شرکت از پیشت میمانه. تو ملای ناملا و آجی ناجی، دور از حاضرا و حق پرستا، تو وکیل ناوکیل. چنده را جمع کردی برای کی جمع کردی؟ برای پر کردن شکم خود. همون چنده جمع شده باشه، باز فقط یک پیشنهاد شوه، یک پیشنهاد شوه که در فلان جای اینی مردم از قریه بی قریه شده، دمی زمستان یک بسترگک داره، در دشت خواب است، بیایی که همی چنده را همونجا ببرم. میبره؟ میبره؟ نخواد ببره، نمیبره. خو خیر انشاءالله ما فقط نکاتی را میگم که در ذهنتان باشه. این مردم خود از رسول الله کده بالاتر میتراشه. این مردم در کار خیر از رسول الله کده خود اول نمره مقرر میکنه. این مردم محبت خود از محبت صحابه کده پیشتر بیان میکنه، واضح میسازه که ما خیلی زیاد محبت با پیغمبر داریم. این مردم از صحابه کردم خود دین فام تلقی میکنه. این مردم کسی که همی کار کرده فقط همین نکات به علمایش بگذاره، بگو خلاص بعد از او با سند و دلیل. شما او سند و دلیل پیش کردن کلا قطعنا میایم در اصل مطلب خود. اصل موضوعی می نیست، به خاطر که بعض شبهات ابلیسی مردم میکنه در ذهنتان باشه که این مردم کدام مردم است. ما میایم در اصل موضوع خود. اصل موضوع کدام موضوع است؟ اصل موضوع حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. در اول مقدمه گفتم که ما با عقل ناقص خود راه های کامیابی خود قطعا شناخته نمیتونیم تا که رجوع نکنیم به او سخنان قیمتی و طلایی و گوهربار جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. و سخنای رسول الله صلی الله علیه و سلم تو خبر داری که چه ارزش داره؟ من چرا گوهربار میگم؟ بسیار کوتاه، کلمه کوتاه، حدیث کوتاه. الدال علی الخیر کفاعله، رهنمایی کننده، دلالت کننده بالای کار خیر. خیر چی را میگه؟ به مثل کننده کار است. درک میکنی؟ الله اکبر. تو عظیم و عمیق به این حدیث رسول الله یک نظر بگی، یک نفر در یک موقع دیدی آدم اهل خیر است، مال داره، پول داره، قدش در یک جای آشنا شد، در چوکی موتر سفر داری طرف ترخم، از خود بیان کرد که فلان جای مسجد جور کردم، فلان جای. خو حاجی صاحب، خو محترم، تو اهل خیر هستی؟ بله، بیا یک جای من برات نشان میدم. مثلا به طور مثال کمپنی، مسجد بسیار قید است، وسعت نداره، حتی مردم بس اوقات از دستی که جای موتر خو هیچ نیست، موترها را مردم خیلی دور استاد میکنه، اگر دوست برد، اگر هر کس برد، همونجا
اگر در پالوش جای موجود باشه امور بخری و امور مسجد آباد کنی. این آدم یک سخن گفته به مردم. رسول الله را گپیش میفهمی؟ یک سخن گفته امو آدم در ذهنش کار کرد. یک روز آمد اینجا پرسو سوال کرد، جای خرید، مسجد آباد کرد، مکمل تکمیل شد، جماعت 1000 نفری درش استاد شد. شما خبر داری که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه آدمی که دلالت به خیر کرده بود به مثل فاعل عزیز که کل مسجد جور کرده. حالی در کدی حقیقته؟ کسی مسجد جور کرده، مکمل انفاق کرده و او تنها یک سخن و کلمه خیر برش گفته و راهنمایی کرده. محوری گپ فهمیدی؟ مغزی گپ در ذهنتان چیست که ما چی میکنیم؟ من در جمعه قبلی به شما دوستا گفتم که ما باید خیر برسانیم. حرکت ما خیر باشه، سخن ما خیر باشه، نشست ما خیر باشه، رفتاری ما خیر باشه، گفتاری ما خیر باشه، مجلسی ما خیر باشه، مشوره ما خیر باشه. فقط دنبال خیر بگردیم، کوچک فکر نکنیم، کوچک فکر نکنیم. تو خبر داری که وظیفه او مردکه خیلی زیاد مهم شد که مسجد آباد کرده بود، یا وظیفه کسی که مردکه را به مسجد آباد کردن ترغیب داده بود؟ کدامش؟ شما خبر شد؟ رسول الله را ببینه گپ عمیقیشه، گپ طلایی و قیمتیشه که یک اجر عظیم الله را توسط یک سخن چیست بسیار که نه سرش قیمت داده ای، نه وقت ضایع شده، نه محنت دیده ای، نه تکلیف و نه رنج، فقط زبان بود شور خورده به یک کلمه. مسئولیت ما چی است؟ ما مسئولیت داریم در این برابر که ما دلالت کننده خیر باشیم. خیر چی را میگه؟ هر آنچه که در روشنی کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت باشه، این خیر است، این خیر است. ای جوان، تو که کدام چاپلوسی کردی، تو که کدام خود تواضع کردی، فروتنی کردی، یک دوستی تا امروز به جمعه آماده کردی، خبر داری؟ به جمعه آماده کردی. شاید تو در یک سال 1 نفر آماده کرده باشی، امون نفر آمد اینجا سخن شنید. خو الله متعال برای از توفیق داده، امکانات برش مساعد ساخته، زبان برش داده، زمینه را برش مساعد ساخته، استاد است در یک جامعه و مرکز بزرگی تعلیمی. او هزارها نفر دعوت داد. چند؟ هزارها نفر دعوت داد. بدانی برادرکم، ده 1000 نفری از او که دعوت داده تو شریک هستی. قطعا 1 نفره که تو دعوت دادی. بسا اوقات یک طفلی که او تعالی را الف بار درست یاد نداره و تو برش یاد میدی، آغاز و ابتدای درسی از او را تو شروع میکنی. خب دقیق باشی. قاعده نورانی یا قاعده بغدادی را برای شروع کردی، الف بار سرش آغاز کردی، اولین ابتدا کننده شروع درسی طفل تو شدی. شوقی امی درس در قلبی از او پیدا شد. طفل آرام ننشست تا که زورش می رسید خود رسانید. عالم برجسته شد که به میلیونها شاگرد پیدا کرد، به میلیونها مردم از پیش استفاده میکنن. الحمدلله امروز امی وسایلی که دنیای کفر برای مزخرفات و لهو و لعب جور کرد، امی وسایلی که دنیای کفر برای این فکر جور کرده بود که ما خطه مسلمان ها را زیر فشار میگیریم، ما مردم افکارش شست و شو میکنیم. الحمدلله از این وسایلی که یا برای هدف شوم ساخته بود، امروز الحمدلله مؤمنای واقعی، جوانای محبت کننده دین، جوانای دعوتگر پیدا میشه که تو اینترنت پس کنی یک عالم قدش چقدر مردم مشارک می باشه؟ 1 میلیون مردم. به مجردی که یک حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم تحریر میکنه به 1 میلیون نفر میرسه. 1 میلیون نفر او را میخوانه. آغاز
خواندن درس طفل تو شروع کرده بودی. ما اگر به اطفال خود قاریای خیلی درسته که لهجه درست داشته باشه، خوش آواز باشه، هر چیز به شوق و محبت فرا گرفته میشه. اگر طفل یک دفعه الحمدلله را خواب درست یاد کرد و در این مجلس خستاندی اینجا آوردی، الحمدلله را خواند و 10 نفر او را تشویق کرد، 10 درپا بری دستک طفل داد، تو خبر میشی که سرآغاز کوشش های طفل از اینجا شروع شد. تو تشویق کردی، امی طفل امیر را محکم میگیره. لیکن ما دنیای کفر میایه رقصنده را تشویق میکنه، رقصنده را تمجید میکنه، وارد دعوت میده، وارد دیگم ترغیب میده، پول سرش پاش میکنه. الله اکبر. کاش ما میدیدیم که یک طفل 12 ساله و 10 ساله و 9 ساله ما تلاوت میکرد در سر منبر و از هر طرف بندلی پیسه سرش باد میشد که بچه تو هم میگفت که من پدر جان من درس میرم، بچه من میگفت، بچه از اون میگفت که من دین یاد میگیرم. ما خود خانه کشیشتیم تا ندادیم بچه خدا، بچه فلانی اینی قدر پشتکی را آورده بود، آینا را جمع کرده بود، گوی از دکان آینه دزدی کرد، گوی از خانه. ما تشویق به این کارا کردیم شه، ما تشویق نکردیم طفل خدا که نابغه دین جور شوه، فهم دین در کلش جا به جا شوه. گپا را بدانی این روزها قیمتی است، این اوقات براتان نمیمانه، این مبارزه اینمی قسم روان است و ایرم خوب درک کنی. ای مومنای مخلص، به الله قسم جای برای شما نیست، جای پا برای تان نیست. ایره بدانی که سخنتان مردم بند میکنه، دهنتان مورولاک میکنه، دستتان بسته میکنه، نمیگذارتان برای دعوت دین. موقع است، ای جوان، موقع است، فرصت است. روزای تا صبح میبرای بیگاه، پس می هیچ چیز در دست نیست، نظم متاع دنیا، نظم متاع دین. اینطور نکو، کوشش کو، زحمت ده خرج بدی، وقت مصرف کو، تلاش کو، قوتی تا مصرف کو، او طرف به الله بگذار. اگر تو اخلاص داشتی، مفکوری درست داشتی، محبت دین داشتی و این کار به رضای الله متعال کرده بودی، من یقین دارم که 4 دانه طفل تربیه کرده، شاید روزگاری برسه که او 4 نابغه باشه، او 4 عالم برجسته یک منطقه باشه. روزگاری باشه که منطقه را توسط گپ سخنای گوهربارش از کتاب الله و سنت صحیح رسول الله مردم منطقه را روشن کرده باشه. در سر منبر ما لنگی گرد نباشه، لیکن یک حدیث رسول الله در جانش نباشه و جز از حکایات یا آمادگی سری توست. تو موقع ندی به این مردمی که در سر مردم حکومت کرد، به طرف بدعت دعوت داد شه. 4 دانه گوی از او را فقط برای خدمت شکم خود و 4 دانه اتنبیک به خاطر از او دعوت داد. شخصیتی را پیدا کو که طفل یتیم از یک جای بگیره، لیلیه برش بده و زمان پس طفل یتیم به خانه رخصت کنه که یک عالم برجسته منطقه باشه. خرای مردم در نده، راه های مردم نگیره، دزد جور نشوه، قمارباز جور نشوه. 1 دانه دارالایتام داریم. کسایی که داد از خیرات و صدقات میزنه برای ما یک آدرس بده. تا رب الله قسم چند طفل یتیم کفالت کرده ای دمی روزای نزدیک. یک حاجی صاحب است، الله برش اجر عظیم بده، به این فکرش آمد برای من میگه مولوی صاحب 2 طفل یتیم 1 ساله من انشاءالله کفالتش میکنم، ولی طفل شرطش است که حافظ قرآن شوه، مدرسه بخونه، ماه 5000 افغانی را من برش میدم. خو خانواده را پیدا کو که هیچ سرپرستیم نداشته باشه، امی یتیمش بیار در مدرسه بنداز. مامطور کرده الحمدلله. فکر است از مکه میخیزه این جمعیت در افغانستان و برای ما میگه که اینطور کار بکن. ما هر کدامی ما شرکت های قوی داریم، در یک میمانی فلان خان و جنرال خان و دگروال خان و قماندان خان، به الله قسم امو 1 ساله مصرف یتیم چی کردیم؟ مصرف میکنیم.
گاهی که از امریکا و کانادا و جرمنی و از انگلستان هم که میایی یک دانه توفیه که باز برش میگی کیره بگه $2000 برات خریده برای جناب جنرال، برای جناب شاروال. در شاروالی کار میکنه، کاری تا پیش میبره، کاری تا خلاف قانون پیش میبره، با دزدی پیش میبره، با رشوت پیش میبره. در فکر و دماغت گشت که من این پول پیدا کردم برای چی است؟ این پول برای من چی مفاده داره؟ ما از خاطر آیت قرآن خواندیم الله صفات اون مومنایی که میگه آخرت برشان خیر و ابقاست کدام است؟ صفتای ایجابی از او را 4 صفت بیان میکنه. والذین استجابوا لربهم، مومنا کسانی هستند که به دل و جان با تمام وجودی خود فقط تسلیم به الله است. مومن باید امیر رقم باشه، اراده خود در مقابل اراده الله او طرف بندازه، فکر خود، عقل خود، رأی خود، نظر خود، اندیشه خود، هر چیزی که از جانب الله میپذیره، خود آراسته میکنه، خود برابر میکنه. رسول الله است، نماینده الله است، الگو برام مقرر کرده. من فقط تعقیب میکنم رسول الله را در همه کارهای خود. اول صفت مومن، اول نقطه آغاز ایمان یک مومن از زمین شروع میشه. خب این نشانه ایمان در قلب است. قلب محبتی که تو داری، اخلاصی که تو داری نمایان نمیشه بیرون و قلب دیدن نمیشه. خب بله نشانه داره، علامه داره از اخلاصت که چیزی نمایندگی میکنه موجود است. و اقام الصلاة، نماز برپا میکنه، خود درست برپا میکنه، وقت و وادیش میشناسه، با خشوع و خضوع ادا میکنه، موافق طریقه رسول الله ادا میکنه. این نمونه امو اخلاص و محبت قلب است. یک آدم اگر زیاد لاف بزنه دعوا کنه من الله را دوست دارم، من دین دوست دارم، خود نماز نیست، نمازش جور نیست، نه دروغ میگه. اولین رابطه خود که با الله قایم میکنی اگری درست نباشه، زمانی که تو قطعش مناجات میکنی و اینطور فکر میکنی که من امرای الله رو برو هستم و قطعش تکلم میکنم، چقدر ادب مراعات بکنم، چه قسم نماز بخوانم، اگر این تو درست نبود دیگه دروغ میگی. و اقام الصلاة است. سوم کار مستبد نیست، دیکتاتور نیست، رأی خود سر مردم فرعون واره تحمیل نمیکنه، مشوره به مردم همونطور نمیده. و امرهم شورا بینهم، این مردمی است که امورشان مشوره است در بینشان. چرا این گپ میزنم برادرها؟ این جمعه را به اختصاص به خاطر دادم ما اعلان کردیم که مرکز خریداری میکنیم، میسازیم. ما در مورد آبادی مرکز عجله میکنیم که ما امو آمال و آرزوی که فعلا در ذهن داریم یک کمی در عمل تحقق پیدا کنه. یک چیزی از موادی از اون ما با چشم سر ببینم ای کی میشه. 3 هفته گذشت، قریب 1 ماه پوره میشه امی اقدام کردیم. خو یک انجینر صاحب یک روز پیش من آمد که مولوی صاحب من انجینری ورزیده استم، در نقشه و ساختمانی انشالله از مکه در بالاتر و برتر کسی را نخواد پیدا کنی. در هر مرکزی که من برم یک نقشه میندازم $5000 فیسی ما میشه یا اجره ما میشه. خب این مرکز در هر جایی که تو انتخاب کردی نقشی از زیر خاص به خاطر رضا الله از وسم میشه. و مما رزقناهم ينفقون، از آن چیزی که الله میگه ما برش روزی دادیم. انجینر صاحب تو که کدام مهارت ساختمانی و انجینری را پیدا کرده ای الله برات روزی داده، این را در این طور جای انفاق کن. در این فکر نباش که والا یک مرکز جور میشه برای یک $5000 دیگه هم نشید. این مردم خود قطمه شناس داره، بجز از مسئله دیگه کس جور نمیکنه. نجار نامد که گفت مولوی صاحب پیش از پیش برات میگم بخیر کاری نجاریش کلی شام زورم نمیرسه، آدمی غریب ایالدار هستم لیکن با رعایت، با کاری پخته، با دیزاین درست ما آماده هستم. فقط مرا در لیست بگی. فلسکار از او طرف، شیشه‌بور از او طرف، رنگمال از او طرف، معمار از او طرف، کراکار از او طرف.
در چوک میرم 300 روپه مولی سیب کار میکنم، خو شاید کمی دلغوشیم بکنم، خود این مرکز به صدق اخلاص انشالله کار میکنم. هیچ کسی من ندیدم. من بازم خاطر امروز شما را میگم، بعد از نماز جمعه بشینیم نظریات شریک بسازیم. مولی نه جای میشناسه، نه ساختمان را نقشه کنه میتونه، نه طریقی خریدنش داره، نه چه نزده میتونه. و یک مولی چی بکنه؟ دو مولی چی بکنه؟ این برای خود پروسه کار داره. نفر بگویه مولی صاحب امی زمستان من مکمل بیکار هستم و انشاءالله در خدمت اینمی پروسه قرار میگیرم، یک رکن امی کمیسیون جور میشم. اگر انجینر هستم، اگر دکتر هستم، اگر معمار هستم، اگر نجار هستم، اگر عالم هستم، هر کس کی هستم، ما به اینمی پروسه پیوست میشم. یک رکن اساسی امی پروسه هستم. پیش میبرم. امی گپایی که امروز زده میشه، ما از کجا حرکت میکنیم؟ میایم نماز در کمپانی میخوانیم. ما میگیم نه، ده کمپانی دیگه در کابل داشته باشیم. تو خود موتر داشتی آمدی، یک برادری غریب دیگه که حتی کرایه برای آمد و پس رفتی خود نداره، در کمپانی چطور بیه؟ نمیتونه، ولی دلش باغ میشه. و هم میگه که به طریق سنت نماز یقینم همونجا میخوانم. این کوشش سر ماست، این محنت سر ماست. چی رقم میتونیم؟ الدال علی الخیری کفاعله. همین مرکز عظیم ما و شما توسط یک سخن خود کل ثوابش کمایی کرده میتونیم، کل ثوابش. شرط است که ما درک بکنیم عمیق این گفتار رسول الله صلی الله علیه و سلم و تلاش بکنیم. یک روزی طور نشه مولی صاحب چی طور شد مرکز؟ مولی صاحب چی بکنه؟ مولی صاحب یک در نماز جمعه در خطبه آمدن مردم نمیمانشه. سعی کو که دعوای میراث گرفته قطعت آمد 2 ساعتی تو را ضایع کرد. و مرده که تو میراث دعوا داری با ضمیره که ببری یک در پیش در مسجد میدی، در راه خیر میدی، یقین بک اگر در پیش هم بده. در توی طلب میکنه مولی صاحب جای تقریر است. مولی صاحب وقتش خو پرسان کو جای تقریر است. مولی صاحب حالاتش خو پرسان کو. کل مردم ما فقط دیگر روز باز از پیشت گلم میکنن نامدی. او برادر، یک نفر 2 نفر در کجا برسن؟ این به استمداد و همکاری و تعاون و همدردی همگی میشه. دست با هم بدیم، دست با هم بدیم. روز به روز علمای ما گرفتار میشه. چرا گرفتار میشه؟ دوستای نزدیکی با حتی آگاهی نداره که چی گپ است. بله، اگر خلاف پالیسی حکومت، پالیسی مشروع حکومت درست باشه، عملی را کسی انجام میده، ما طرفداری نمیکنیم. اما در صورتی که در مسائل دین باشه، در مسائل کتاب الله و سنت رسول الله باشه، هر کسی که مورد گرفتاری قرار میگیره، مورد شکنجه قرار میگیره، ما بازخواست میکنیم، حق خود میخواهیم. ما اینطور نیستیم که دست بسته استیم، دهن بسته استیم. اما خود میگه دموکراسی. اگر نام دموکراسی تنها آزادی فحاشی باشه، عیاشی باشه، باز خو نعوذ بالله اگر کسی دیگه دموکراسی را در زبان هم بگیره باید کافر شود. اگر نه که دموکراسی آزادی رأی و فکر و اندیشه است. من گپی خودم میزنم، روی سند و دلیل مرا قناعت بده، انتقاد سرم بگی، مرا بگیر، لیکن روی سند و دلیل افواهات نباشه، تبلیغات نباشه، اتهامات نباشه. حکومت ای وطن باید بسیار زیرک و هوشیار باشه. در ای وطن دشمنی ها در حد نهایی است، دشمنی های سابقا وجود داره. امروز دشمنی مذهبی آنقدر اوج گرفته از دست مردم خیلی که درک عمیق نداره از مطالعه اسلامی. تو باور بر الله بکو، زمانی که بددعا میکنه میگه الله یهود نصارا سلفی ها را برباد کنه، تو سلفی رم قط یهود و نصارا هر دو برابر بددعا برات میکنه. پس وقتی که یک نفر تو را متهم به گپ بسازه و دولت کورانه هر کار بکنه، باز چی باقی میمانه؟ باز هیچ باقی نمیمانه.
ما یکی از امور ما که رکن اساسی حکومتداری و حکومت سازی و جامعه سازی است، خانواده سازی است، افراد سازی است، یک رکن بزرگ شورا است. گرفتن رأی و نظر در همه امور دین. ما باید رأی و نظر بگیریم، چی تصمیم بگیریم. کلی ما به اینجا به یک عقیده پاک میم. یک وقت من اعلان کردم که او مردم ما میفهم مشکلات شما را که در خانه قوم سر تصمیم گرفته ما بین خود جمع شده که مردی از این مردکه شده قبرستانی نمانی، مردی از این دفن نکنی. تو خود اینمی غم مبتلاستی، بیا تو یک کمیته خود داشته باش، یک انسجام خود داشته باش. سبا روز که همین مرگ سرت میشه لاقل یک دوستی تو آگاه شا، بیا همین مرده را همین پایه چارپایی را خود قطعی تو یک جای بگیر. 4 نفر خود از سر مرده نماز جنازه بخونه. هر کدام ما همینطور خود آرام انداخته برآمدیم، آرام انداخته به دیگه ها محول میکنیم. و مردم نکنه چالاکی در دین نکنه. در یک گپ خیلی زیاد خطرناک و بسیار بسیار که برادر دیگه تا احمق فکر بکنی و خود زرنگ فکر بکنی، امی کار نکنی. امی را براتان میگم که پیش الله متعال با سخت رسوا میشیم که دلسوز، همدرد، متحد، متفقت ما خدا میگی، باز دیگر روز خود خطا میدی. اگر این دوستی و همدردی به خاطر رضای الله است، خو که سری تم رفت به خاطر رضای الله میره. اگر نه که به خاطر چیزی دیگه است، بازی دوستی هیچ فایده نداره، هیچ فایده نداره. زمانی که ما اینجا تعاون و همدردی را به خاطر رضای الله داریم، باید خود از دم اره دور نکنیم، اره سر ما بیایه. صحابه که کدام مدح را از الله کمایی کرده، صحابه که کدام مقام و امروز نامش میگیرم رضی الله عنه برش میگم، به این خاطر کمایی کرده که خود دریغ نکرد، بلکه دیگر پس کرد خود پیش کرد، دیگر پس کرد خود پیش کرد. این تو نکرد که خود پس کرد دیگر دم داد. امی کار نکنی. بس اوقات امی کارا میشه یک تعداد اینطور فکر میکنه که البته یا نمیفهمه. یک مولوی صاحب من میگفت که مولوی صاحب من والا بسیار ضرورت دارم، بسیار چیزی بحث بود، من بسیار ضرورت دارم. من گفتم جناب اینطور بگو که من اینطور نعوذ بالله بگو که تو احمق هستی، من نیستم. من خود دایی جنجال، دایی کشکال، دایی زدن، دایی کندن نمیدم، من خود این طرف میکنم. وگرنه به الله قسم من بیکار نیستم، تو واری کار من دارم، تو واری روزگار من دارم. نکنی گپا. ما همه امور ما، همه همت و غیرت ما سر دین الله و به خاطر رضای کیست؟ الله متعال است. امو رقم که به خاطر رضای الله جمع میشیم، امو رقم سری خودم قربان میکنیم به خاطر دفاع از دین الله متعال، به خاطر دفاع از سنت کی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. این پیمان ماست، این تعهد ماست. باز بجز از این ایمان نیست، بجز از این نجات نیست، بجز از این باز محض به 2 رکعت نماز خواندن یا به یک گریان آدم نمیرسه که به جنت برسه. همت به کار است، غیرت خرج کردن به کار است، مال خرج کردن به کار است، وقت خرج کردن به کار است. هر کدامی ما انفاق میکنیم. رویداری ما از رویداری، سفارش کننده ما کسی که مقام و منزلت داره از مقام منزلت خود مصرف میکنه، مالداری ما از مال مصرف میکنه، عالم ما از علم مصرف میکنه. نه اینطور فکر نکنی که علما را ما هر وقت که در کدام موضوع طلب میکنیم خدا پنهان میکنه، ما او را ملامت میکنیم. اگر عالم موقع داره چرا نمیره؟ الله برش داده. احسن کما احسن الله الیک. به مخلوق الله احسان کن، یکی کن مثل که الله خطت احسان کرده. خدا پنهان نکنیم. این میدان مبارزه و قربانی است. اگر ما میخواهیم که واقعا دمی تاریخ، دمی زمان عمر خوبی از او رفته نیست، سبا روز میموریم، لیکن یقینا دمی تاریخ دفاعگر نظام درست اسلام باشیم، ضرورت به قربانی داریم. ضرورت به چی داریم؟ هر نوع قربانی داریم. از او خاطر انشاءالله بعد از ختم نماز ما یک مشوره داریم. دوستا، کسایی که هر توانمندی داره یک لیست داده میتونه و نظر به حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که ما دوستای دیگر ولو در هر نقطه خبر میسازیم.
هم اهمیتی موضوع را برش میگیم، هم حدیث برش تشریح میکنیم، هم ترغیب میدیم و هم او را در پروسه خود شریک میسازیم که ما بفهمیم. ما میشه روزگار میشه اقلیت های خیلی کمی که به دین باطل است از خود دفاع میکنه. اقلیت های خیلی کم که به دین باطل است چند خانه از خود دفاع میکنه، میخیزه، قربانی میده. ما از دین حق دفاع نکنیم ولو که یک نفر باشیم. ابراهیم علیه السلام از دین دفاع نکرد، یک نفر بود. ما هم از دین خود ان شاء الله دفاع میکنیم. این تعهد و پیمان داری؟ راستی به اخلاص همینطور دست بالا میکنی که ما همین تعهد داریم؟ سعی کنی دل نادل دست بالا کردی. چقدر دل نادل؟ یک دستنی دو دسته باید بالا کنیم که ما برای قربانی دین حاضر و آماده هستیم. خب حاضر و آماده هستیم، مکمل حاضر و آماده هستیم. الحمدلله الحمدلله الحمدلله. ان شاء الله اگر سر دین الله غیرت کردیم، الله اغیار است از ما، که زیاد غیرتی است. نخواد که ان شاء الله ذلت باز سر ما بیاره. این را ما یقین داریم. من خود سر الله عقیده دارم که اگر ما سر دین الله غیرت کردیم، الله ما را ذلیل نمی سازه، همینطور عزتمند نگاه میکنه و الله ما را عزتمند نگاه کنه ان شاء الله تعالی. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم هلك الكفرة والمشركين والدهرين وسائر أعداء الدين. اللهم زلزل أقدامهم ودمر ديارهم وخرب بنيانهم وخصهم أخذ عزيز مقتدر. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر.